سلام و درود خدمت دوستای عزیز میخوایم یک خاطره بسیار جالب نسبت به زبان فارسی براتون بگویم. از سوار تاکسی شدیم، از گلبهار سنتر میرفتیم طرف خانه. در قسمت شارنو که رسیدیم، راننده تاکسی از قوم پشتون، برادرای پشتون بود. ناخواسته نمیفهم بحث سر چی بود، آمدن سر زبان فارسی اینا. باز بر من گفتن شما فارسی زبان هستین. خودش میگفت دیگه که شما فارسی زبان هستین. من فارسی زبان هستم. باز گفت که دفعه گفت نه، شما زبان شما دری هست، که ما گپ میزنیم دری زبان هست، یعنی دری هست. من از اون چیزی به اسم زبان دری وجود نداره. ما فارسی زبان هستیم. دری یک لهجه است، سالا ماندن دیگه به اسمش، یعنی همون لهجه دری هم چندان سابقه چیز نداره، ولی زبان ما فارسی است. گفت نه زبان فارسی نیست در افغانستان فارسی زبان نداره، اینا زبان دری است. باز یک ذره دیدم که آدم بی سواد است. طبیعتا معلوم میشد که آدم بی سواد است، چون از امو احساساتی که داشتی که صحبت میکرد. چیزی که اونجا بسیار بر من جالب بود و تا به حال بر من جای تعجب است، دو تا خانم بسیار چی بگوییم دیگه روشن فکر و با سواد معلوم میشد نشسته بود. اینا هم با همسویی دیر تاکسیوان هم با من مخالفت کردن. گفتن که دوشون هم فارسی زبان بود. گفتن که نه، زبانی دری فارسی وجود نداره در افغانستان و زبانی که از دری هست. و چیزی که خیلی خیلی متعجب شد، شما متعجب شدین، خانم ها ادامه کردن که ما به قول خودشان ما استاد در مکاتب صنف 11 استقلال در بخش تعلیم ادبیات زبان بالا به قول خودشون به ادبیات زبان فارسی رو درس میدیم. باز میگفتن نه، چیزی به اسم زبان فارسی وجود نداره. میگفتم خب شما به مل خودتون میگین که ما ادبیات زبان فارسی درس میدیم، باز میگید زبان فارسی وجود نداره. بعد اونا برعکس اون چیزی که هست میگفت که زبان فارسی تمویل شده، ولی در اصل چیزی که در افغانستان زبان دری هست. او خاطر ما دیگه مجبور هستیم بگیم ادبیات زبان فارسی. خیلی برای من طرفشون دیدم چند تا دلیل معجب براشون دادم، دیدم که اون نسبت به احساساتشون رفتار میکنن و خیلی برای من تعجب آور و تأسف آور بود که چقدر تأثیر گذاشته این پروژه سر مردم ما، که حتی اونایی که در رشته زبان فارسی و در قسمت زبان فارسی در راستای زبان